جهان مارول قهرمانان و موجوداتی رو توی خودش جای داده که تمام مرزهای قدرت رو در هم میشکنن. امروز ما توی این ویدیو اینجاییم تا بهتون 10 تا از قدرتمندترین موجوداتی که جهان مارول تا به امروز به خودش چیده رو معرفی کنیم. پس بدون معطلی بریم تو کار این ویدیو. Let's go. شماره 10 فرانکلین ریچاردز. اون قدرتمندترین انسان جهان ماروله که از بعد به تولد اینجوری بوده. اون هیچ دوره آموزشی رو نگذرونده. فرانکلین به عنوان یک جهش یافته سطح اومگا شناخته میشه که میتونه شکل جهان رو تغییر بده. نگاه به جثه کوچیکش نکنین، همین یه الف بچه کل جهان موازی توی دنیای مارول ساخته و یک بار گالاکتوس رو به خدمت خودش گرفته. قدرت‌های اون نامحدوده و تنها دلیلی که اون توی رتبه دهم قرار میگیره اینه که اون برای استفاده از تمام قدرتش بعد از 100% توان ذهنیش استفاده کنه که این کار عملا غیر ممکنه. شماره 9 تجسم مرگ. هر چیزی که تا به حال توی جهان مارول زندگی کرده و یا مرده متعلق به مرگ اون دوست دختر ددپول و عشق تانوسه. میگم یکم قضیه دارک شد، حالا به هر حال اون قادر به انجام هر کاری توی دنیای ماروله. شماره 8 شوماگورس. این موجود یکی از بزرگترین کابوس‌های جهان ماروله. اون از بعد دیگه ای میاد و اونجا قدرت مطلق داره. با این حال وقتی اون وارد یک جهان دیگه میشه فقط حضورش باعث نابودی کهکشان‌های اون جهان میشه. یه چیزی تو مایه‌های چشم شور خودمونه. اون میتونه انرژی زیادی آزاد کنه، برابری میتونه شکل جهان‌ها رو تغییر بده. لیست کردن قدرت‌های اون کار غیر ممکنیه و اگه تا الان هم انتقامجویان موفق شدن اون رو شکست بدن به خاطر این بوده که اون فقط توی دنیای خودش به تمام قدرتش دسترسی داره. شماره 7 آماتسو میکابوشی. در ابتدای ورودش اون یک خدای ژاپنی تصور میشد، اما در حقیقت اون تجسم پوچی قبل از آفرینش بود که کارش برگردوندن همه چیز به حالت اولیه است. اون به عنوان یک خدای ژاپنی همیشه سرکش بود و به شکست دادن خدایان ژاپنی و یونانی دیگه ادامه داد و بعد از هر پیروزی قدرت اونا رو جذب میکرد تا اینکه به عنوان قدرتمندترین خدای جهان تاجگذاری شد و در نهایت با قدرتی که به دست آورد 98% از دنیای مارول رو نابود کرد و از این کارش احساس رضایت کامل داشت. شماره 6 دکتر دوم با قدرت فراترها. اون معمولا توی زمینه جادو و فناوری نابغه است و دلیلش هم اینه که توی این لیست حضور داره. اینه که در طول رویداد جنگ مخفی که سال 2015 منتشر شد اون تونست قدرت‌های فراترها رو به دست بیاره. شاید براتون این سوال پیش بیاد که فراترها کیان؟ اگه یکم صبر کنین توی شماره 5 همین ویدیو معرفیش میکنیم. با قدرتی که ویکتور از اونا به دست آورد قادر بود هر کاری رو که میخواد انجام بده. از جمله کارهایی که اون انجام داد گرفتن زمین‌های مختلف و ادغام کردن اونا با هم بود. یکی دیگه از اقدامات اون به دست آوردن دستکش بی‌نهایت و شکست دادن بلک پنتر بود. شماره 5 فراترها. همونطور که قبلا گفتیم دوم با قدرت فراترها تبدیل به قدرتمندترین ورژن خودش شد. فراترها به مولتیورس تعلق ندارن، اونا تیکه‌هایی از والای همگان خدای دنیای مارولن که بخشی از قدرت اونو دارن اما بدنشون مادی و جسم دارن. اونا تمام موجودات مولتیورس رو نابود کردن و زمانی که دادگاه زنده اومد تا جلوشون رو بگیره دست جمعی به اون حمله کردن و اونو کشتن. تنها نقطه ضعف این موجودات اینه که اونا نمیتونن توی زمان سفر کنن. شماره 4 دادگاه زنده. به ندرت پیش میاد که اون توی کامیک‌ها حضور پیدا کنه، زیرا تنها چیزی که اون بهش علاقه داره برقراری تعادل توی مولتیورسه. یعنی مسائلی مثل به دست آوردن سنگ‌های بی‌نهایت برای تانوس به پشمش هم نیست. دادگاه زنده از زمان آفرینش جهان وجود داشته و قدرت مطلق داره. شماره 3 قلب جهان. قلب جهان یکی از قدرتمندترین شی‌ها توی جهان ماروله و بزرگترین دستاورد تانوس به دست آوردن اون بوده. این اتفاق باعث شد که اون به یک نیروی غیر قابل کنترل تبدیل شه و کنترل کاملی بر جهان داشته باشه. زمانی که همه قهرمان‌ها با کمک دادگاه زنده جمع شدن تا جلوی اونو بگیرن اون همه رو کشت و در نهایت کل جهان مارول رو نابود کرد، اما بعد پشیمون شد و اونو دوباره خلق کرد. شماره 2 آنکه در زیر همه است. این اسمش خیلی زایست میدونم، البته ترجمه اسمش به فارسی همین میشه. ما میدونیم بگیم یکی پایین‌تر از همه ولی خب نمیگیم، اینجوری ویدیومون جذاب‌تر میشه قاعدتاً. به هر حال اون نقطه مقابل والای همگانه و دقیقاً همون قدرت‌ها رو داره، با این تفاوت که اون زیر همه است. توی دنیای زیرین زندگی میکنه و نمیتونه قدرتاشو به دنیای اصلی بیاره. فقط یک بار موفق شد خودش رو به بدن هالک منتقل کنه. اون قدرتی رو به هالک داد که باعث شد اون فرانکلین ریچارد و گالاکتوس رو مثل یک پشه
بکشه، اما به هر حال این چیزی از اینکه اون زیر همه است کم نمیکنه. شماره 1 والای همگان. میرسیم به اولین و قدرتمندترین موجود توی دنیای مارول، قدرت مطلق و خدای این جهان. اون کسی نیست جز والای همگان. هر کاری که فکر میکنین اون میتونه انجام بده و هیچ کس توی این دنیا نیست که بتونه اونو شکست بده. دوستتون دارم. فعلا تا فکت ویدیو و داستانی دیگر. گودبای.